حمله‌های افزاینده هواپیماهای روسیه مذاکرات صلح سوریه را که در ژنو جریان دارد به مشکل روبرو کرده است. روز جمعه در ملاقات وزیران مدافع کشورهای عضو اتحاد اروپا، دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ گفت که ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا جانبدار پیشرفت این مذاکرات است. آن چیزی که ما مشاهده می‌کنیم این حمله‌های افزاینده هواپیماهای روسیه بالای گروه‌های مخالف حکومت سوریه میباشند که کوشش‌های دریافت راه حل سیاسی این نزاع را مشکل نمودند. زیاده از آن، حضور افزاینده روسیه و فعالیت‌های این کشور در حریم هوایی سوریه باعث بیشتر شدن نگرانی‌ها و عبور حریم هوایی ترکیه گردیده است. روزهای اخیر سربازان ارتش سوریه و متفقینشان با کمک روسیه در ولایت شمالی حلب پیشرفت کردند. استولتنبرگ همچنین گفت که ناتو تحولات اخیر لیبیا را نیز پیگیری می‌کند. او افزود جنگجویان گروه دولت اسلامی که حالا در زمین‌های اشغال کرده سوریه و عراق برای خود خلافت بنیاد کردند، سعی دارند نفوذشان را در کشورهای دیگر به ویژه لیبیا توسعه بخشند. روز سه‌شنبه کاتب دولتی آمریکا جان کری گفت که کشورش وضعیت لیبیا را هم مراقبت می‌کند. در لیبیا حکومت وحدت ملی پایه‌گذاری می‌شود. این عمل از تأسیس پایگاه گروه دولت اسلامی در لیبیا جلوگیری خواهد کرد. طوری همه می‌دانند این کشور ذخیره دارد. آخرین چیزی که شما در دنیا دیدن می‌خواهید این دسترس شدن میلیاردها دلار از درآمد نفت به این خلافت قلبکی است. هفته گذشته گروه دولت اسلامی در شهر سیرت لیبیا کارخانه‌های پالایش نفت را مورد حمله قرار داد و اکنون می‌خواهد با استفاده از رقابت حکومت‌های محلی و خلای قدرت برای خود در این کشور افریقای شمالی جایگاه پیدا کند. طبق سازش زیر نظر سازمان ملل متحد در دوره گذشته، دو گروه رقیب لیبیا باید حکومت وحدت ملی تأسیس دهند. از امضای سازش مراکش یک ماه گذشت، ولی تاکنون برخوردهای میان گروه‌های رقیب ادامه دارند و سازش اجرا نشده است. مقامداران ایالات متحده ابراز داشتند که وزارت مدافع آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در سال مالی 2017 از کنگره ایالات متحده 7 میلیارد دلار یعنی 33% بیشتر از مبلغ امسال درخواست کرده است.